سلام دوستان عزیز، گفتم یه کار برای پوست انجام بدم با سوزن‌های طب سوزنی. خب ما این ناحیه رو دوستان عزیز ضد عفونی میکنیم و اینکه این سوزن‌های طب سوزنی رو در میاریم. این برای افتادگی دوستان عزیز، افتادگی پوسته. حالا رو مفاصل هم دوستان عزیز ویدیو بره براتون انجام میدم. این از سوزن‌های طب سوزنی. خب